روزه گرفتن برای بیماران حتمی و ضروری نیست. کسی که بیمار است شریعت برای او رخصت داده است که روزه نگیره، افطار بکنه. خب ولی بر آنها قضا واجب می شود. چند روزی که از ماه رمضان، از روزهای رمضان خورده بود، در غیر ماه رمضان او روزها را قضا می داره. خب ولی پیش از همه باید ما بدانیم که چگونه بیمار میتونه که افطار بکنه، برای او رخصت است. علما و مجتهدین امت یک اصول و قاعده گذاشتند که طبق او اصول ما میتونیم که مشخص کنیم که چگونه بیمار میتونه که افطار بکنه، روزه نگیره. علما و بزرگان دین میفرمایند که هر بیماری که طبیب حاذق، یعنی طبیبی که یک مهارت خاصه داره، اگر بگه که اگر تو روزه میداری روزه گرفتن برات زیان آوره، بیماری تا زیاد میکنه، در ان همین صورت بیمار میتونه که افطار بکنه و براش رخصت ای که روزه نگیره. ولی ما میبینیم که بعضی انسان ها با اندک بیماری و بیماری هایی که اصلا طبیب حاذق هم نمیپرسه، همین کمی اگر ناتاب شد میگه برای من اجازت ای که روزه ما باید بخورم، یعنی شریعت برای من اجازت دادگی ای. آگاه باشه برادرای عزیز، برادرایی که کم ترک بیماری داره، به خاطر کم ترک بیماری برای شما رخصت نمیشه و که شما افطار بکنی، بلکه همون نوعی بیمارهای میتونن روزشون افطار بکنن که طبیب حاذق، یک طبیب ماهر برای اونها توصیه داد که روزه گرفتن برای شما ضرر آوره. اگر شما روزه میداره مثلا در جانتون، در سلامتیتون ضرر، بگیم خطر واقع میشه، پس ان همین خیلی بیمارها میتونن که روزشون افطار بکنن. بعضی انسان ها را ما میبینیم که پیش رمضان یک 2-3 هفته پیش در پیشت میبیا و عذر بیان میکنه، میگه همین معدم درد میکنه، انا این خیلی انا و خیلی بونه کفتن میگیره. پس وقتی که رمضان آغاز شد و روزه نگرفت، همو عذرهایی که پیشکی بیان کرده بود میگه که ها دیو داری که من طرف پرسیده بودم که من معدم درد میکنه. مثلا حالا که روزه گرفتن برای معده هم اصلا فایده داره، مگر او بیمارهایی که اگر همون دکتر توصیه کنه که روزه گرفتن برای تو زیان آور، مثل کسل قند یا که همون اروزی که برادر نوشته است، مثلا بیماری های هستن که اینها باید روزشون بخورن با توصیه مثلا طبیب. اینها همین خیلی نوعی بیمارها میتونن که افطاری بکنن، نه همه بیمارها برایشون رخصت ای که افطاری بکنن. برای این مسئله ها را فهمیدن خیلی دقت نظر میخواد برادرای عزیز. کسی که اگر کمی بیماری داشته باشه حتما با دکترش مراجعت بکنه. اگر دکتر توصیه داد که مثلا روزه نگی، روزه گرفتن برای تو زیان آوره، از جهت طب او را مثلا اثبات کرد، فهمون که تو اگر روزه داری، روزه گرفتنی تو برای سلامتی زیان آوره، پس میتونه که شما افطار بکنی. و الا با کمی سردرد و با کمی سرت اگر تو بخوره بگوی من بیمارم نمیتونم روزه گرفتن، اصلا جایز نیست. والله اعلم بالصواب.